قوی تره یا طلسم؟ طلسم قوی تره یا جادو؟ بهترین جادو؟ صبحی و عروسک وودو. قدیمی ترین پیج اینستا در خصوص فال و دعا؟ حافظه برتر. حس برتر و حافظه برتر چه فرقی دارن؟ هر دو برند یک مؤسسه هستن با مدیریت استاد علوی. بزرگترین تیم فال ایران و ترکیه؟ تیم فال حس برتر استاد علوی. تنها مؤسسه با توانایی انرژی درمانی هیپنوتیزم؟ حس برتر استاد علوی. بهترین و سریعترین طلسم بازگشت معشوق؟ شاه طلسم و خشت سفید. قوی ترین دعا و طلسم برای مهر و محبت؟ سوسن قصاله و مرجانه. خب حالا چرا استاد سید رضا علوی؟ چون خودشون تحصیلات متافیزیک و علوم غریبه از هند دارن و اشراف کامل به موارد و با موکل کار میکنن. قدیمی ترین دعانویس تهران؟ استاد علوی با سن از فعالیت که فعلا استاد سید رضا علوی مدیریت مؤسسه هستند. چرا حس برتر؟ چون ارسال سریع و بسته‌بندی شیک و همینطور هدایای مؤسسه کیف دستی، عود، شمع، کیف جاکارتی، مگنت آیت الکرسی، خودکار، فال حافظ و جاکلیدیه و همینطور نمونه کارها قلم زده توسط خود استاد سید رضا علوی می باشد و پاسخگویی در اینستاگرام، یوتیوب، تلگرام و کانال های فعال.